من دبی زندگی میکنم. منتها الان که ایرانم دیگه مزاحم شما میشم چون من همه کارهای زیبایی من همیشه اینجا انجام میدم. خیلی اعتماد دارم به کل مجموعه. زیباجوی عزیزمون خانم شبنم. شبنم جان شما واحد تناسب اندام ما مراجعه کردین. میخواستم ببینم که به خاطر چی مراجعه کردین و نحوه و روند کاهش وزنتون به چه شکلی بوده؟ خواهش میکنم. من اومدم تو کلینیک آرمان الهیه برای در واقع لاغری مراجعه کردم. بچه‌های مشاورتون به من آمپول مونجارا رو پیشنهاد دادن و بعد به خاطر اینکه عضلاتم شل نشه، بدنم نریزه، به من پیشنهاد دادن که از دستگاهاتونم استفاده کنم. امروز جلسه 4 که من اومدم و تو این 4 جلسه در واقع حدود 5 کیلو 5 کیلو و نیم من وزن کم کردم و خیلی راضیم از این بابت. در حین استفاده از آمپول مونجارو درد داشتین یا اینکه بعدش حستون رو به من میگین؟ موقعی که تزریق انجام دادم نه، چون فکر میکنم سرنگاش سوزنش حالت سرنگای انسولین رو داره. دقیقا. اصلا هیچ دردی نداشتم، خیلی راحت. حس بعدتون چی؟ خب ببینیم من کامل اشتهام میتونم بگم به 0 رسیده. اصلا چیزی میل ندارم که بخورم. میل به شیرینی که همیشه خیلی شدید دارم اون کاملا 0 شده و چون بچه‌های مشاور به من گفتن بعد پروتئین بخوری، برنامه غذاییشون به من داده بودن، خب من مثلا جوجه کباب میخورم، فیله و اینا، اصلا میل ندارم. یعنی به هیچ عنوان گرسنه‌ام نمیشه مثل همیشه که ولع دارم مدام دلم میخواد یه چیزی بخورم. فقط اون برنامه غذایی رعایت میکنم دیگه و خیلی خوشحالم از اینکه دلم نمیخواد چیزی بخورم. خیلی ممنون. وقت گذاشتیم. متشکرم. ان شاءالله به اون نتیجه دلخواهتون برسید. قربان شما.